راشد صدیقی اشتراک کننده برنامه نامزد در استودیو هستند. صبح شما بخیر، خوش آمدید. خوش. سلام حضور شما و حضور بینندگان از تلویزیون طلوع. امیدوار هستم که صبح خوبی را با ما آغاز کرده باشیم. سلامت باشین آقای لطیفی. برنامه نامزد صدیقی بسیار می‌رسیم و این دو واژه مترادف در ذهن من است. صدیقی عزیز، در پیوند به برنامه نامزد بگو آغاز آمدنت، هدف در این برنامه و تا هنوز که هستی چی فکر میکنی برای طرح‌های تا چه حد کار کردی روش؟ ما البته از سابق و از اینکه ابتدا ما در مکتب شامل شدم یک علاقه خاصی به سیاست داشتم و در جستجوی ازی بودم که یک برنامه ساخته شود در افغانستان تا بتانم از او طریق افکار جوانان را متبارز بتم و بتانم که برای کشور خود و برای جوانان خصوصا که تا به حال از طرف دولت مردای ما هیچ توجهی صورت نگرفته و طرفی قشر بتانیم خدمت کنیم. و ما در برنامه 2 سال قبل که از طریق تلویزیون طلوع برنامه نامزد نشر شده بود، البته با یک تن از کاندیدات احمد فرید دانش بود. امیدوار هستم که ما رو ببینه. با او یک جای باعث وزیر مشاورش بودم. و این بار که ما برنامه نامزد اعلانات شدیدم و تصمیم گرفتم که باید این بار خودم اشتراک کنم و مستقلانه حرکت یک کودتا و خوشبختانه توانستم 2 مرحله را پشت سر بگذارانه و با مرحله بعدی که البته هفته 9 از سبتش بتونیم راه بدیم. خوب آگاهی داشتین از برنامه نامزد، از شیوه اجرایش، از تمام چیزاش، چون همراه یکی از نامزدها در دوره قبلی کار کرده بودین. چی فکر میکنین در مورد این برنامه و تغییراتی که در این برنامه است؟ به نظرتان خوبتر است؟ خب برنامه بعدی قسمی بود که البته طرحش ریاست جمهوری بود. بله قبلی ببخشید ریاست جمهوری بود و به شکل انفرادی طرحها تقدیم میشد و ما فکر میکنم این بار کاملا متفاوت است. شکل مناظره است و ما کوشش میکنیم که بیشتر آمادگی بگیریم و بتانیم که رای داورا را به خود جلب کنیم. طرح خودتان چی بوده؟ طرح ما البته طرح در ابتدا در این گروه 3 نفره که شما قرار گرفته، شما سرگروه هستید؟ تا فعلا خب مشخص نشده، اما به احتمال زیاد که شاید ما خودم سرگروه باشم. 2 نفر دیگه کسایی که در گروه تان هستن میشه نام ببرید؟ 2 نفرش عبدالقدیر قدیری است که محصل سال 2 حقوق است و همچنان دکتر صبر اختیم که امور پالیسی وزارت صحت عامه باشه. بسیار عالی، بسیار عالی. و شاید در بین در این اجتماع کوچک 3 نفره شما به عنوان سرگروه کار پیش ببرید و در مناظره ها شرکت کنید. بسیار عالی. طرح خودتان چی بوده و به هر حال چگونه از مرحله اول به مرحله دوم راه پیدا کردید؟ خب طرح ما می بوده که ما در برنامه‌های ابتدایی در مورد پارلمان صحبت‌های داشتیم و که چگونه یک پارلمان موفق بتانیم داشته باشیم. به می صورت طرح‌هایی را که ما پیشنهاد کردیم از طرف داورا تایید شد و توانستیم که به برنامه‌های بعدی را پیدا کنیم. و این بار در مورد این است که آیا انتخابات برای تحقق بخشیدن دموکراسی کفایت می‌کند. بعضی طرح‌ها را ما آماده ساختیم که در برنامه‌های بعدی آن نمی‌خوایم افشا کنم به خاطر که مناظره است و شکل رقابت است و برنامه ما آماده است. امیدوار هستیم این که طرح‌ها را مشترک آماده ساختیم. بله مشترک است و قسمی که شما خبر دارید از طریق تلویزیون طلوع یک ترینر برای هر گروه انتخاب شده و با ترینر ما که آقای منصور شاه است ما کار میکنیم و آنها هم بسیار زحمت میکشند، ما هم زحمت میکشیم تا بتانیم که با مراحل بعدی حتی تا یک بهترین خدا برسیم. همین جناب صدیقی همین دیگه کمی عقد است ناز بتونتان تیپ و شیپتان به سیاست مدار میمانه چی؟ خب ما فکر میکنم که خود سیاست مدار اصلا نه تنها به گفتارش بلکه به کردارش و استایل لباس پوشیدنش معلوم شد که یک سیاست مدار چه قسم باشه. ولی شما یک سیاست مدار با دریشی و با نکتایی را سیاست مدار قوی تر میدانید و یک سیاست مدار بدون دریشی و بدون نکتایی را؟ خب ما قبلا برات گفتم که اگر یک سیاست مدار منظم باشه و در چوکات سیاست او بهتر است از یک سیاست مدار مثلا یک قسم به شکل
خدا بسازه که فرق بین از او و یک بچه کوچه شده نتانه. ما فکر میکنم که موثرتر است که با دریشی و یک مورد دیگه است که در جوامع مختلف فرق میکنه نوع نگرش مردم. من میخواستم بگم گفتم که بدون دریشو بدون نکتایی خوشمال شما نمیه، با دریشو با نکتایی سیاست مدارتر است. ما گفتم کار جناب کرده است خفه نشم. و نه دریشی میپوشن نه نکتایی میزنن. بس افغانستان جدا که در کل بیشتر کشورهای آسیایی هم متفاوت است. در اروپا سیاستمدارایی است که مثلا از این قسمت گردنش یک تتوی مار برآمده اینجا، مثلا یک گوشواره هم داره اینجا دیگه. بالاخره و در زمینه کار خود دکترا داره، ماستری داره و بسیار تحلیلگر خوب است. ابزای خوب شیوه کسی ولی در کل شیوه بیان و کار و مدیریت خوب سر برنامه ها و طرحهای خوب یکی از موضوعاتی که برنامه شما میتونه برای پارلمان کمک بکنه که بعضی دیدگاه ها را روشن بسازه و یک به گونه باور کل مردمی است که یک بیداری هست برای کسایی که هنوز هم ندارند. ما در پارلمان بخش‌های مختلف داریم که در هر کمیته کسانی هستند که در اونمو بخش کار میکنن و اونا قانون میسازن، سر قانون کار میکنن، قانون باید به تصویب برسه تا اینکه اوضاع بهتر شود. ولی بسیار کسا مثل رفیقای مستشار آره به پارلمان که میگه حقوق میگه چند روپا میتین حقوقمون چیست. و فکر میکنم هدف برنامه عمومی است که برای پارلمان آینده افغانستان طرحهای پیشنهادی داشته باشه و ما قسمی که دیدیم در پارلمان‌های گذشته بسیار خلاها وجود داشت و حتی شاید پنهان کنیم کارهایی که در پارلمان وجود داشت، ولی امیدوار هستیم که پارلمان‌های آینده که در افغانستان انتخاب میشن بتونن یک کارکردی داشته باشه. شما رنگ سیاست در افغانستان کدام رنگ می‌بینید؟ از بین رنگ ها اگر بخواید یک رنگ بر سیاست افغانستان انتخاب کنید. من فکر میکنم برای سیاست مداران رنگ سیاست در افغانستان کاملا سیاست، چون سیاست مشخص در افغانستان وجود نداره و قسمی که در این طرحهایی که ما تقدیم کردیم در برنامه گذشته ما گفتیم که سیاست افغانستان یک قسم سیاست مبهم است. یک زمان ما کشورهای همسایه را دوست خطاب میکنیم و یک زمان می باشه که ما او را به حیث دشمن و میگیم که حملاتی که در افغانستان صورت میگیره از طریق از اونها طراحی میشه. بنابراین یک سیاست مشخص ما نداریم. خب این مایه میگیره بر اساس اونم دریافته که ما از منابع بیرونی داریم، چون در داخل افغانستان بیشتر سیاستمدارا به ریشه ها نمیپردازن، بیشتر به منابعی که در دسترسشان است با اتکا به او کار میکنن. بسیار خوش شدیم که امروز با ما بودین. خدا کنه که در طرحهایتان کامیاب باشین و با دوستایی که در جمعش هستین پیشرفت بکنین تا مراحل بعدی. تشکر و ما هم امی امید و آرزو داریم و هدف ما است که بتانیم ما برای جامعه افغانستان و خصوصا مردم زجردیدی افغانستان خدمت کنیم از هر طریقی که باشه، چون سیاست راه رسیدن به هدف است از راه‌های مختلف. بله بدون شک. منتظر میمونیم در مراحل گرفتن رای برسیم که این صحبت ها را از زبان یک سیاستمدار ما میشنویم و یا از زبان یک شهروندی؟ خب اگر در زبان یک سیاستمدار است تو بیاندیشیم که برای کمپاین خودی گپ رو زدی؟ نه خیر نه، ما میخوایم میره بگم که به حیث یک شهروند عادی براتون صحبت میکنم و امیدوار هستم که یک سیاستمدار هم یک مفکوره را داشته باشه که اگر هر کس به اندازه توان خود به اندازه مقام خود بتونه برای جامعه ما خدمت کنه، جامعه ما به این ناهنجاریایی که امروز همین جملات آخر تا ما بانیم به حساب سیاستمدار بودنتان دیگه. خب اگر این شما بیشتر نشر کنه شاید سیاستمدارایی که هنوز این گپ متوجه نشدن اونا بشنون و بدانن که جوانا در افغانستان یک طرحهایی دارن که برای ما تقدیم میکنن. سلامت باشید، موفق باشید. وقتی کوتاه داریم، در ادامه برنامه با ما باشید.